فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم هذه كلمات لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. خب حالا ترجمه شه ما میتونیم بگین؟ حالا نام خدا سر بزنید. نام خدا سر بزنید. یعنی دقیقاً ترجمه شه نمیتونین که. نه. گوش کن. مردانی تو نمی‌فهمی تو گفتن که گوش کن. تو گفتن که محمد اقبال محمد مردانی تو بخدا یک احمق بودم. ای امام من که بار اگر کلام بگیرم بخدا همون مردانی را تویش قبول نمیکنم. لا اله الا الله چی بشه مثل محمد رسول الله. ما ترجمهش نمیدونم. من که از یوتیوب کدام که میخونم. با چی مثل نمیدونی معنیش چی دعوای مسلمانگری میکنی؟ اگوش همون با عربیه با توجیکه با چخیلش میشه پروردگار خودش میفهمد. در رسمی هم میگه که امام میگه من میخوام که مسلمانی را قبول کنم. کمی که بگوره چی کن بگو اقرار کن مسلمان میشه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. همین که میگوی بگو ها. برای که چی معنی داره چیزش میگوی؟ چی میبرم؟ پیش یا ملو میبرمش یا اون آدم انسان فقط پیش میبرم 100% دینا قبول میکنم. تو پیش ملو میره کی میم برادر چی گفت خیلی اوسنوش میگم که تعمیره بگو میگم میگه انشالله بو میبرمش خداوند خودش بسم الله هم بگه انشالله پروردگار. خب ترجمه شه نمیکنین؟ نه چرا فهمی؟ لا محمد رسول الله. میتونین ترجمه شه بکنین؟ هیچ معبود برحق وجود ندارد مگر محمد فرستاده است. این خودش ترجمه است دیگه. به اتفاق علما که اگر کسی که شروط نفهمه و مطابق از او عمل نکنه این کلمهش صحیح نیست، برای از این فایده نمیرسانه، سبب نجاتش، سبب سعادتش، سبب خوشبختی ازی، سبب آرامش و امنیتش در دنیا و آخرت میشه. اولین شرطش علم است. اول اجمالی میگم علمی که منافی جهل نباشه، معنای کلمه را بفهمی. دوم یقین است، یعنی وقتی که علم پیدا کردی به یقین پیدا کنی، شک نباشد، ظن و گمان نباشد. سوم قبول است که را قبول کنی وقتی که یقین کردی که این تو یک چیز است، این تو یک واقعه، این تو یک حقیقت است، باید این را قبول کنی. و چهارم انقیاد و تسلیم شدن است که در برابر این کلمه و معنای ازی مقتضیات ازی که این کلمه از ما چی تقاضا میکنه تسلیم شوی، منقاد شوی، عمل بکنی. و پنجم هم صدق و راستی است که به صداقت این کلمه را بگویی و به صداقت عمل کنی، منافقانه عقیدت نباشه، منافقانه اظهارات و اعمالت نباشه. و ششم هم اخلاص است، یعنی فقط به خاطر الله باشه، به خاطر مردم نباشه، شرک دهی نباشه. و هفتم هم محبت است که با این کلمه با مقتضیات کلمه محبت داشته باشه. چند شرط شد؟ 7 شرط شد. اجمالی تفصیلیش است که معنای کلمه را بفهمی. لا اله الا الله نفی اثبات، لا نفی نه الا الله اثبات میکنی. عربی است، باید معنای زیرا بفهم که چی معنا.
معنایش این است که لا اله نیست معبود برحق، اله برحق. اله یعنی ذاتی که عبادت شود، از او مدد خواسته شود، به او توکل شود، به او اعتماد شود، از او بترسه انسان از عذابش، به او امیدوار باشد و او را مشکل کشا و حاجت روای خود بدانه. هیچ در کائنات وجود نداره، هیچ الهی، هیچ معبودی یا با اصطلاح ما شما هیچ خدایی نیست الا الله، مگر فقط یک ذات است که الله است. یعنی حقدار عبادت، حقدار رکوع، حقدار سجده، حقدار از این که از اون مدد بخواهیم، مشکلات خود بخواهیم، فقط یک ذات است. دومی که هیچ قانونگذار، اله به معنای قانونگذار در زندگی ما، امر و نهی کننده، حلال و حرام کننده وجود نداره الا الله، مگر یک ذات. یعنی الله ما این را تقاضا میکنه در این کلمه، وقتی که الله را قبول کردی، کلمه را قبول کردی، معنایش ایست که هیچ قانونه غیر از قانون الله، غیر از نظام الله، غیر از کتاب الله، غیر از دین الله، هیچ قانون دیگر را قبول نمیکنی و نمیپذیری. اگر که در این را بسیار مشکلات برات بیاید. مختصرا برای فهم شدن اگر بگوییم که برادرهایی که درسی که ما در این باب کردیم 100 حلقه در کلمه توحید گوش کردگی هستند، برای ضبط کردن مسئله، یعنی برای اینکه مسئله را جمع کرده بگیرن، ما میگوییم که الله رب العزت و الجلال من و شما را خلق کرده است به خاطر اینکه توحید در عبادت داشته باشیم، یعنی یگانه الله را عبادت نماییم. و این معروف است که الله سبحانه و تعالی میگوید و ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. من امر نکردم مگرم به خاطر اینکه من شما را امر نکردم مگرم به خاطر اینکه شما یگانه الله را عبادت بکنید خالصانه. و در روایت دیگر میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من انسان ها و جن ها را خلق نکردم مگرم به خاطر ای یوحدون، اینکه توحید داشته باشن، یعنی توحید عبادت داشته باشن، عبادتشون را تنها به خاطر الله انجام بدن. پس از همین جهت معروف است که مغز توحید، اساس توحید، اصل توحید این همین کلمه لا اله الا الله است. و لا اله الا الله این اولی کلمه توحید و محمد رسول الله جانب دیگری که باید بدانیم. لا اله الا الله کلمه التوحید گفته می شود، عروة الوثقا، کلمه التقوى، کلمه الاخلاص. این کلمه به معنای اینکه یک جمله فایده‌آور به دو قسم تقسیم می شود، یعنی قسم اول را رکن اول و قسم دوم را رکن دوم گفته می شود. یعنی لا اله الا الله دو رکن دارد و 7 شرط صحت دارد. هر کسی که لا اله الا الله را میگوید اما رکن ها یا شرط ها را به جا نمیآورد، یا یکی از رکن یا یکی از شرط ها را ترک میکند و انجام نمیدهد، کافر است و مسلمان است و لا اله الا الله به او فایده ندارد. لا اله الا الله دو رکن دارد. رکن اولش لا اله الحق، کفر بالطاغوت است. الا الله رکن دوم ایمان به الله است. کفر بالطاغوت یعنی انکار کردن طاغوت. کفر بالطاغوت چگونه کفر می‌ورزیم به طاغوت؟ به 6 حالت، به 6 چیز. 4 چیز به معبود است و 2 چیز به خود انسان است، عابد است. یعنی اعتقاد میکنیم که همین طاغوت باطل است و تکفیر میکنیم طاغوت را و بغض میکنیم، عداوت میکنیم و ترکش میکنیم. اعتقاد میکنیم که باطل است، بغض و عداوت و ترک میکنیم و تکفیر میکنیم. و بعد از این عابد از همون عبادت کننده طاغوت براءت را اعلام میکنیم و تکفیرش میکنیم. انامین یا که دشمنی میکنیم. و انامین چی است؟ کفر بالطاغوت است. لا اله الحق نیست، معبودی بر حق نیست، یعنی انکار کرده شده همه اون طاغوت هایی که در روی دنیا هستند و همه طاغوت هایی که لشکری طاغوت ها و طاغوت پرست ها، همه اینها رو انکار میکنید و بعد از این ایمان به الله میارید. و همین است فرموده الله سبحانه و تعالی در سوره بقره و 256 بود والله اعلم که الله میگه من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. هر کسی که کفر به طاغوت ورزد و ایمان به الله بیارد او به یک ریسمان آهنین چنگ زده است. یعنی ایمان به الله آوردن همان و قبول میشد که غیر الله دیگر الههای باطل را، طاغوت ها را انکار کنید. بارک الله فیکم. رکن اول کفر بالطاغوت و رکن دوم ایمان به الله است.
ایمان به ربوبیت الله، ایمان به الوهیت الله و ایمان به اسما و صفات الله، چگونه ای که الله فرموده و چگونه ای که رسول الله فرموده. همین دو رکن است که این را علما مختصر کردن نفی و اثبات میگن. نفی انکار کردن، اثبات ایمان آوردن به الله. بارک الله فیکم. این همین دو رکن و رکن لا اله الا الله فقط همین دو تا است. اما بعد از این 7 شرط به وجود می‌آید. 7 شرط رو شرط صحت لا اله الا الله میگن. یعنی همون وقت همین لا اله الا الله کلمه التوحید به انسان فایده میبخشد و صحیح میشود که انسان این 7 شرط صحت رو به جا بیاورد. اولا علم. هر کسی که معنای لا اله الا الله رو نمیفهمد و طلبات لا اله الا الله رو و مقتضای لا اله الا الله رو نمیفهمد، فقط به زبانش یک کلمه به معنا میگه لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، نمیفهمد، او مسلمان نیست و او نجات نمییابد و او اولو کافر است. برای چی؟ برای اینکه همان وقت لا اله الا الله صحیح میشود که علم داشته باشد. چگونه؟ الله گفت فعلم انه لا اله الا الله استغفر لذنبک. اول بدون که نیست معبود برحق بجز الله و بعد از این استغفار کن. یعنی معناش این که بدون باید آموزید و فهمید و بکنید، بفهمید، حرکت بکنید که ضد علم جهل است. ضد علم جهل است. بارک الله فیکم. یعنی جاهل انسان نباید جاهل باشه. از همین جهت هر کسی که شرک اکبر انجام میدهد، کفر اکبر انجام میدهد، جهل عذر برای او نمیشود. جهل عذر نیست. بارک الله فیکم. و دومین شرط صحت لا اله الا الله این چی است؟ یقین است. یقین یعنی ضد یقین شک. یقین کردن یعنی شک و شبهه در دل نسبت لا اله الا الله نداشتن، نسبت الله، نسبت کتابهای الله، رسولهای الله، ملائکه ها، جنت و نار، دوزخ بگویم، تقدیر نیکی و بدی، نسبت دین و نسبت دعوت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یگان شک و شبهه نکردن. یقین همین است. یقین چی؟ یعنی باوری 100% که شک شبهه ندارد. که ضد یقین این ریب است، شک شبهه است. بارک الله فیکم. و الله در این مسئله خودش در قرآن گفته است که آنهایی که ایمان آوردن ثم لم یرتابوا و بعد از این شک شبهه نکردند. ان الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. آنهایی که ایمان آوردند و شک شبهه نکردند، یعنی ایمان آوردگیشون حقیقی هست و شک شبهه ندارد. یکم علم، دوم یقین، سوم صدق. یعنی انسان وقتی که لا اله الا الله میگوید، محمد رسول الله میگوید، باید صادق باشد، برای فریب دادن، برای دروغین نکند. و ضد صدق این چی است؟ کذب است. یعنی دروغین. منافقا لا اله الا الله رو گفتن، مسلمان ها رو فریب دادن، ظاهرا ما مسلمانیم گفتند اما به نزد کافرها رفتند و ما همراه شما گفتند. خیلی که امروز طاغوتا میگن که ما مسلمانیم، میگن نماز میخوانند و بعضی حج میروند یا که والله اعلم و بعد از این به حکم غیر الله حکم میکنند. اینها صدق به لا اله الا الله ندارند. پس سومش صدق است. علم، یقین، صدق. علم ضدش جهل، یقین ضدش شک و شبهه و صدق ضدش کذب. و چهارمش محبت. یعنی انسانی که لا اله الا الله میگه باید الله را دوست بدارد، رسول الله را دوست بدارد و مؤمنین را دوست بدارد. محبت معروف است. در باب محبت چندین بار صحبت کردیم که محبت 4 نمود است. محبت الله و رسولش و محبت من یحبه، محبت کسایی که الله دوست می‌دارد. هر چیزی که الله دوست می‌دارد همون چیز رو دوست داشتن. و بعد از این محبت کسایی که الله اونها رو دوست می‌دارد، محبت مؤمنین. این 3 نمود محبت یعنی شرطی ضرورتی، شرط صحت لا اله الا الله است. یعنی انسان باید الله را دوست بدارد، رسول الله را دوست بدارد و هر چیزی که الله و رسول دوست داشته است دوست بدارد و مؤمن را دوست بدارد. موالات است. و اما با همراهی الله کسی را دوست ندارد. خیلی که بعضی ها مشرکا غیر الله یک چیزی دیگر را به مانند الله دوست می‌دارند. یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. پس کلمه را، مؤمنین را، موحدین را دوست بدارد. و بعد از این اخلاص است. یعنی تمام عبادت هایی که انجام می‌دهد این عبادت ها را تنها به الله رب العزت و الجلال انجام می‌دهد.
و به غیر الله یگان ذره از عبادت رو انجام ندهد. و در موضوع عبادت ما حلقه های زیاد کرده شدیم و گوش بکنید که عبادت معنای بینات بزرگ دارد. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أعمال أو أقوال أو ظاهرة أو باطنة. بارك الله فيكم. وبعد ذلك قبول يعني شرط صحة ششم لا إله إلا الله همین است که هر چیزی که شریعت ورده است بگیم رسول الله صلی الله علیه و ورده اند همین رو قبول کردن و به یگان چیزی از شریعت ضدیت نکردن و بعد از این انقیاد عمل کردن، یعنی پابرجا بودن، پابند به عمل نمودن به شریعت الله رب العزت و جلال که ضدش کفر اعراض، کفر ترک است. انا همین است دو رکن لا اله الا الله و هفت شرط صحت لا اله الا الله. بارک الله فیک.